السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. موسی علیه السلام با قومش که تقریبا 600,000 نفر بودند در تاریکی شب از مصر برآمدند. این قصه در احادیث صحیح روایت شده است از رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه بنی اسرائیل به راه برآمدند در تاریکی شب راه را گم کردند. موسی علیه السلام نزد علمای بنی اسرائیل آمد و پرسید چی شده است؟ چرا ایستاده اید؟ گفتند یوسف علیه السلام از ما عهد و پیمان گرفته بود که اگر روز ما از مصر برآمدیم جسد او را با خود ببریم. موسی علیه السلام پرسید کی میداند جای قبرش را؟ گفتند یک پیرزن میداند. موسی علیه السلام نزد پیرزن آمد و پرسید جای قبر یوسف علیه السلام کجاست؟ پیرزن گفت من شما را نشان میدهم، ولی در قبالش خواهشی دارم، چیزی میخواهم. موسی علیه السلام گفت بله چی میخواهی؟ پیرزن گفت میخواهم با منزلت تو در بهشت باشم. یعنی دعا کن از الله متعال تا با منزلت تو در بهشت باشم. موسی علیه السلام دعا نکرد و پس از الله متعال وحی آمد ای موسی بپرس ما او را میدهیم. موسی علیه السلام دعا کرد و برای پیرزن مرتبه داده شد، یعنی مرتبه موسی علیه السلام داده شد و پیرزن بنی اسرائیل را به جای قبر یوسف علیه السلام برد. جای قبر یوسف علیه السلام در یک جمعگاه آب بود، یعنی یک جایی که مثل حوض بود، آب جمع شده بود. در همون جا قبر یوسف علیه السلام بود. بنی اسرائیل آب را برآوردند و زمین را کندند، جسد یوسف علیه السلام را برآوردند. جسد یوسف علیه السلام نور برآورد و در تاریکی شب جسد یوسف علیه السلام راه را روشنی میکرد. در حدیث گفته می شود که مثل روز، یعنی مثل صبح راه همانها روشن بود به امر الله متعال. وقتی سحر شد مصر خالی بود، یعنی سحر غلامان در مصر بودند و حرکت میکردند به هر طرف. وقتی سحر شد مصر خالی به نظر می رسید. فرعون گفت غلامان کجا شدند؟ یعنی بنی اسرائیلی ها کجا شدند؟ بزرگان قصر گفتند تو خودت آنها را اجازت دادی و آنها از مصر برآمدند. فرعون در حال امر کرد، لشکر تیار کرد و از پشت موسی علیه السلام لشکر فرعون حرکت کردند. در این وقت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل به نزد بحر سرخ رسیده بودند و دیدند که از دوری فرعون با لشکرش می آید. ترسیدند، گفتند ای موسی فرعون با لشکرش می آید. موسی علیه السلام گفت نه، بیشک پروردگارم با من است، یعنی نترسید، الله متعال با ماست. پس به موسی علیه السلام وحی شد چوب دستت را به بحر بزن. موسی علیه السلام هم چوب دستش را به بحر زد و آب مثل دو کوه بزرگ شد و ما بین آن راه شد. بنی اسرائیل از بین بحر گذشتند. فرعون هم با لشکرش رسید. وقتی نزدیک شدند بحر را دیدند و ترسیدند، یعنی یک راه است و از دو طرف آب مثل دو کوه بزرگ شده است. ولی به امر الله متعال اسب فرعون به پیش رفت، به درون بحر رفت، به همون راه رفت و لشکرش هم در آمدند. وقتی همه لشکرش در آمد آب از بالا آمد و همشان غرق شدند. در این حالت فرعون فهمید که دیگر همه تمام شده است.
گفت من ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل، ایمان آوردم به خدای موسی و هارون، ولی دیر شده بود. در حدیث جبرائیل علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید یا رسول خدا، کسی را مثل فرعون بد نمیدیدم. یعنی فرعون را بسیار بد میدید جبرائیل علیه السلام، برای اینکه اینقدر معجزه ها را دید ولی سرکشی کرد، تکبر کرد. میگوید وقتی غرق میشد من در دهانش خاک میانداختم تا اینکه کلمه شهادت را نگوید و الله متعال را رحمش نکند. فرعون کلمه شهادت را گفت اما دیر شده بود. الله متعال در جواب به فرعون گفت آیا اکنون ایمان آورده ای؟ نه، دیر شد. و تو معجزه های زیادی نشان دادیم ولی ایمان نآوردی. فرعون و لشکرش هلاک شدند و الله متعال فرمود ما جسد فرعون را سالم میگذاریم تا اینکه به دیگران عبرت شود، تا اینکه ببینند مردم کسی را که خودش را گفت من پروردگار شما هستم، انا ربکم الاعلی، من پروردگار شما هستم گفت. خدا خطاب کرد، تکبر ورزید، میدانست که موسی علیه السلام پیغمبر است ولی ایمان نآورد. عاقبتش با آب غرق شد و جسدش عبرت ماند. یعنی تا حال جسد فرعون در مصر است و مردم گذر میکنند و او را میبینند. کسی که با عقل است میبیند عبرت میگیرد و کسی فکر نمیکند میخندد عکس میگیرد و مثل که هیچ چیزی نگذشته است گذر میکند میرود. موسی علیه السلام با قومش به راه حرکت میکردند به سوی فلسطین. خب در راه از نزد یک قبیله گذر کردند. مردم آن قبیله بت پرست بودند. قوم موسی گفتند ای موسی با ما هم مثل اینها الهی بساز، یک بت بساز که ما عبادتش کنیم. موسی علیه السلام در تعجب ماند. یعنی آنقدر نگذشته است، یک چند روز پیش دیدن معجزه را دیدن و یک تا هم نه چند تاها معجزه ها را دیدن، پی در پر معجزه ها را دیدن، ولی بعد از دیدن این معجزه ها باز هم در دل آنها کفر است. یعنی میخواهند برای آنها الهی بسازند. موسی علیه السلام گفت شما قوم نادانی هستید، جاهلی هستید. آیا من به شما دیگر معبود را راهنمایی کنم که او الله متعال شما را بر دیگران مرتبه داده است؟ شما چی میگویید؟ هم اکنون الله متعال شما را از ظلم فرعون نجات داد و پیش از این معجزه ها را دیدید و باز میگویید برای شما من بت بسازم؟ با موسی علیه السلام امر شد از جانب الله متعال تا که به نزد کوه تور بیاید، به جایی که پیش از این یک مرتبه رفته بود و با الله متعال سخنرانی کرده بود. موسی علیه السلام سراسیمه به سوی کوه تور حرکت کرد. یعنی قومش 600,000 نفر بودند، آهسته حرکت میکردند. آنها حرکت میکردند ولی موسی علیه السلام تنها به سوی کوه تور حرکت کرد. وقتی به نزد کوه تور رسید، الله متعال از موسی علیه السلام پرسید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اعجلک عن قومک یا موسی، تو را چی سراسیمه کرده است؟ یعنی اینقدر تیز آمدی. قال هم اولائی علی اثری و عجلت الیک ربی لترضی. سبحان الله. موسی علیه السلام گفت آنها از پشت من می آیند
و من سراسیمه شدم تا که از من راضی شوی. یعنی این محبتی موسی علیه السلام را نشان میدهد که چقدر الله متعال را موسی علیه السلام دوست می داشت. و این بار دوم بود که در نزد همان درخت با الله متعال موسی علیه السلام مستقیم سخن میکرد، به واسطه سخن میکرد. یعنی در بین موسی و الله متعال هیچ واسطه ای نبود، مستقیم سخن میکرد، سخن الله متعال را میشنید، سخن میکرد. موسی علیه السلام پیش از اینکه به نزد الله متعال بیاید، یعنی به نزد همان درخت بیاید و با الله متعال سخن کند، به قومش گفته بود 30 روز پس برمیگردم. ولی مدت 30 روز گذشت. در این مدت موسی علیه السلام تورات را از الله متعال قبول میکرد، یعنی حکمهای دینی شریعت خود را از الله متعال موسی علیه السلام قبول میکرد و 30 روز گذشت. در این مدت موسی علیه السلام روزدار بود. وقتی 30 روز گذشت، موسی علیه السلام فکر کرد اکنون یعنی بسیار گرسنه ماندم و در این مدت 30 روز روزدار بودم، شاید دهانم بوی میکند، یعنی روزه را خورد. الله متعال فرمود چرا روزه ات را خوردی؟ چرا روزه نگرفتی اکنون که از نزد من نرفته ای؟ موسی علیه السلام گفت دهانم بوی میکند. الله متعال فرمود آیا نمیدانی که بوی دهانی روزدار در نزد من از مسک هم بالاست؟ باز موسی علیه السلام 10 روز دیگری که در همانجا ماند و با الله متعال سخنرانی میکرد روزه گرفت. یعنی الله متعال امرش کرد که روزه بگیر، که 40 روز شد. موسی علیه السلام با الله متعال گفت ای پروردگارا خودت را به من نشان بده. الله متعال فرمود من را دیده نمیتونی، اما اگر میخواهی من را ببینی به سوی آن کوه نگاه کن، اگر در جایش ماند پس تو میتوانی من را ببینی. وقتی الله متعال یک ذره نورش را کشاد به سوی کوه پاره پاره شد و موسی علیه السلام از شدت این عظمت بیهوش شد، افتید. بعد از اینکه هوشش آمد موسی علیه السلام گفت ای پروردگار من ایمان دارم به تو. الله متعال فرمود ای موسی من با تو سخن کردم و نبوت را به تو عطا کردم و بر تو مرتبه دادم، پس شکر کن، این کافی است برای تو. در مدت 40 روزی که موسی علیه السلام با الله متعال سخنرانی میکرد قومش گمراه شده بودند. الله متعال به موسی گفت قومت گمراه شدند و آنها را سامری گمراه کرد. موسی علیه السلام لوحهای تورات را گرفت و با غضب به نزد قوم. این مدت 30 روزی که موسی علیه السلام گفته بود به قومش برمیگردد، وقتی برنگشت قومش گفتند چرا موسی برنگشت؟ هارون علیه السلام گفت ما گناه کردیم، شاید برای همین باشد. یعنی زنهای بنی اسرائیل وقتی از مصر برآمدند با خود تیلاواری های مصری ها را آوردند. یعنی زنهای بنی اسرائیل برای که خود را زینت دهند از زنهای مصری طلا می گرفتند و بعد از این که یگان خوشحالی باشد، یگان عید را گذرانند، همون طلاواری ها را باز به مصری ها برمیگرداندند. وقتی موسی علیه السلام قومش را امر کرد که شب از مصر برآیید، زنها همون طلاواری ها را، اکثریت همون زنهای بنی اسرائیل طلاواری های
مصری ها را با خود بردند. هارون علیه السلام گفت این طلاها از ما نیستند. همه آنها را جمع کرد و در یک جا دفن کرد، یعنی تگی خاک کرد. جای همون طلاها را سامری دید. سامری یک فرد از بنی اسرائیل بود. خب وقتی بنی اسرائیل کمی دور شدن، سامری رفت و همون طلاها را از تگ زمین گرفت با خود و با طلا یک گوساله ساخت. الله متعال به سامری یک قدرت داده بود که جبرائیل علیه السلام را میدید به شکل یعنی خود جبرائیل نه، وقتی که جبرائیل علیه السلام به زمین میفرامد مثل یک انسان شکل صورت انسان داشت، همون شکل را فقط سامری میدید و یعنی در فتنه گرفتار شده بود. وقتی جبرائیل علیه السلام گذر کرد و با اسب بود، سامری دید که جبرائیل علیه السلام گذر میکند و از جایی که گذر میکند تگی پای اسب زمین میسبزد، زنده میشود. سامری یک مشت خاک گرفت از همون جایی که گذر کرد جبرائیل علیه السلام و بر گوساله‌ای که ساخته بود پاشید. گوساله هم آواز برآورد. وقتی بنی اسرائیل دیدن گوساله طلایی آواز میبرارد، گفتند موسی خدایش را در دیگر جا جستجو میکند، خدایش اینجاست. و اکثریت بنی اسرائیل گوساله پرست شدند. وقتی موسی علیه السلام برگشت و دید این ماجرا را که اکثریت بنی اسرائیل گوساله پرست شدند، بسیار در غضب شد و لوحا را بر زمین انداخت و نزد برادرش آمد و گفت ای برادرم، چرا تو آنها را یعنی از راه نگرداندی؟ چرا آنها گوساله پرست شدند؟ و از ریش و موی سر برادرش میکشید. هارون علیه السلام گفت ای برادرم، از موی سرم نکش، من ترسیدم که اگر به آنها چیزی بگویم شاید تفرقه میشد، یعنی تو نبودی اینجا، من از تفرقه شدن ترسیدم. موسی علیه السلام به سامری نگاه کرد و گفت چطور این کار را کردی؟ سامری گفت من ملائکه را دیدم که آنها ندیدند و گوساله را ساختم و از خاک تگی پای اسبش پاشیدم و گوساله آواز برآورد. موسی علیه السلام گفت ای سامری، بر تو دیگر هیچ فایده ای نیست، الله جزایت را می دهد. اکنون به الهت نگاه کن. و امر کرد گوساله را آتش زدند و او را به بحر انداختند. موسی علیه السلام دعا کرد ای پروردگارا، من را و برادرم را رحم کن. الله متعال فرمود بر کسانی که گوساله پرست شدند غضب نازل می شود و آنها خوار و ذلیل می شوند. اکنون بنی اسرائیل فهمیدند که خطا کردند، گناه کردند. به نزد موسی علیه السلام آمدند و گفتند ای پیامبر خدا، ما گناه کردیم، خطا کردیم، از الله متعال برای ما آمرزش طلب کن، ما میخواهیم توبه کنیم. از الله متعال یک امر عجیبی آمد. الله متعال فرمود ای موسی، بگو به کسانی که میخواهند توبه کنند، توبه صادقانه کنند، خودشان را بکشند. هر کسی که میخواهد الله متعال او را ببخشد، پس خودش را بکشد، الله متعال او را میبخشد. فتوبوا الی باریئکم فقتلوا انفسکم. بعضی از بنی اسرائیل خودش را کشت و بعضی دیگرش اطاعت امر الله را نکردند. یعنی این شرط توبه بود.
بعد از این حادثه موسی علیه السلام آرام شد و لوحهای تورات را گرفت و بنی اسرائیل را جمع کرد و گفت در این لوحها امرهای پروردگار است، پس گوش کنید و اطاعت کنید. بنی اسرائیل ها گفتند بخوان، اکثر آنها گفتند بخوان، اگر به ما معقول شود گوش میکنیم و اطاعت میکنیم. موسی علیه السلام گفت ای قوم من، این امرهای پروردگار است، گوش کنید و اطاعت کنید، فایده میکنید. بنی اسرائیل گفتند ما اول گوش میکنیم، اگر معقول شود ما اطاعت میکنیم. همین طور چند مراتبه موسی علیه السلام تکرار کرد و قومش هم جواب میدادند. این همان کسانی بودند که سرکش و گمراه بودند، جاهل بودند، انکار کردند. در همین وقت یک معجزه الهی شد. بر آنها یک کوهی که در نزدشان بود از زمین جدا شد و به بالای آنها رفت. یک کوه بزرگ به بالای بنی اسرائیل آمد و در بالای سرشان ایستاد در هوا. بنی اسرائیل لرزیدند، ترسیدند و موسی علیه السلام گفت ای قوم، هر چیزی که در این لوحه هست گوش کنید و اطاعت کنید. اگر اطاعت نکنید، گوش نکنید، این کوه بر سر شما می آید و همه شما را دفن می کند. بنی اسرائیل به سجده رفتند و سر خود را بالا کردند، به کوه نگاه کردند و گفتند اطاعت میکنیم تو را ای پیامبر خدا. یعنی به سختی اطاعت کردند. بعد از این حادثه موسی علیه السلام چیزی که در لوح‌ها نوشته شده بود آنها را خواند و بنی اسرائیل گوش کردند و با خود 70 نفر را گرفت تا اینکه به نزد الله متعال برود. یعنی به نزد همان درخت برود و با الله متعال سخن کند، برای اینکه بنی اسرائیل این گناه را کردند، این کار را انجام دادند، یعنی بخشش پرسند. 70 نفری که گوساله پرست نبودند، نه بهترین ها در بین بنی اسرائیل بودند، همان 70 نفر را گرفت و به کوه تور رفت. این بار سوم بود. وقتی که به کوه برآمدند، کوه در لرزه در آمد، سخت لرزید. فکر کردند که دیگر تمام می شوند، هلاک می شوند. یعنی این غضب الله متعال بر بنی اسرائیل بود. چطور بعد از دیدن این قدر معجزه ها گوساله پرست می شوند؟ موسی علیه السلام گفت ای پروردگارا، اگر خواهی هلاک کنی اینها را، همش در حکم خودت است. آیا ما را هلاک میکنی از گناهی که جاهلان کردند؟ و موسی علیه السلام بسیار دعا کرد. کوه هم آرام شد. در بالاشان، در بالای بنی اسرائیل ابرها فرآمدند. دیگر یکدیگر را نمیدیدند، فقط سخن یکدیگر را میشنویدند. در همین حالت موسی علیه السلام با الله متعال سخنرانی میکرد و از الله متعال دعا میکرد. این 70 نفر فقط آواز موسی علیه السلام را میشنیدند. الله متعال دعای موسی علیه السلام را قبول کرد و بعد از سخنرانی موسی علیه السلام با الله متعال، موسی علیه السلام به نزد همان 70 نفر برگشت و ابرها هم بالا رفتند. اکنون این 70 نفر با موسی علیه السلام گفتند ای موسی، تو گفته بودی ما به نزد الله می رویم، ما الله را ندیدیم. اکنون ما تا الله را نبینیم ایمان نمی آوریم. لا حول ولا قوة الا بالله. فکر کنید که 70 نفر بهترین های بنی اسرائیل بودن اینها. اکنون بینید این قدر معجزه ها را دیدن، سخن آنها را بینید که میگن تا الله را ما نبینیم ما از اینجا نمی رویم.
موسی علیه السلام گفت ای قوم از الله بترسید، شما معجزه کم ندیده اید. موسی علیه السلام به این 70 نفر گفت که خودش وقتی میخواست الله متعال را بیند چی شد؟ قومش گفتن نه، ما باید خدا را بینیم. لن نؤمن لك حتی نر الله جهرا، ما به تو ایمان نمیاریم تا وقتی که الله را ببینیم. با این سخنهاشان غضب الله را بر خودشان نازل کردند. بر آنها رعد و برق نازل شد و همه 70 نفر هلاک شدند. اکنون موسی علیه السلام گرفتاری مشکلی شد. بهترین 70 نفری که با خود آورده بود همشان هلاک شدند، همشان مردند. وقتی بر میگردد به بنی اسرائیل چی میگوید؟ موسی علیه السلام دعا کرد ای پروردگارا من را تنها روان نکن و نزد قومم که فتنه می شود، و بسیار از الله متعال دعا کرد. بعد از دعای زیاد معجزه شد. الله متعال همه اون 70 نفر را زنده کرد. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون، پس شما را بعد از مردنتان زنده کردیم شاید که شکرگزاری کنید. موسی علیه السلام با 70 نفر به نزد قومشان برگشتند، یعنی به نزد بنی اسرائیل برگشتند. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.